رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانشی بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار دویم از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا. خانی عدالت پرست دیگر پرسش نکرد. فرمان داد این 3 میرزای خائن را برید، گوش و بینیشان را برید و اون 10% عملداران را که در حسابات میرزاها صفت نیک و کار حلال داشتند از منصبها سبکدوش نمود که خیانت شریکند. در این قطعه زمین چی بسیار، امیر و خان و میر بسیار. در بین اینها به معیار خودشان با نفوذ و با اعتبارش امارت بخارا. به معیار جهانی انداز بکنیم، دولت نامیدن امارت بخارا یک اصطلاح شرطی است. به نام گویا دولت است، اما در واقع هر یک ولایت دعوای یک حکمرانی دارد. هر کدامی را در سر دغدغه مستقلی، هرچند که به امیر باج و خراج می دهند، در ضمیر دل امیر و وزیر را با یک پول پوچک نمی گیرند و مورد یابند از اطاعت می برایند. و شاید به همین سبب باشد که در این امارت جنگ و جنجال عائلوی و قبیلوی و محلوی و ولایاتی قریب به تنفس دوام دارد. حاکم شهر سبز به مرز حاکم سمرقند هجوم می کند. میر ختلان به سر میر حصار تیغ می کشد. بیکی درواز بیکیگری رشت را تابع کردن می خواهد. بیکی مسجا به بیکی فلغر خصومت دارد. بیکی موغیان بیکی کشتود را دشمن می داند و حاکم بایسون به مقابل خود امیر لشکر می کشد و امیر به خاک خانیگری قوقند در آمده به طلب و تاراج دست می زند. جنگ و غارت مدوام و در یک لختی بگیریم، آسیای میانه به یک هیجای بزرگ شباهت دارد که شیهه اسب و شقراس شمشیر هیچ خاموش نمی شود و خلق نه امنیت دارد و نه آسایش و فرصتی نمی یابد که دست به آبادی زند. بهشت در روی زمین باشد همین آسیای وسط است، ولی به دست صحرایی ها افتاده است. به قدر این زمین این آب و هوای آفتاب نمی رسند. الحال ملک خراب، مردم سرسان و سرگردان، کوچه، چایخانه و بازار پوری گدا و سخن راست را فقط در غیبتخانه ها می گویند و مفهوم های حق و حقوق وجود ندارد. و امیر و وزیرش سوالج اقلا یک کارخانه سوزن براری ندارد که اهالی گریبانی دریده جامه و کرتهش را بیدوزد و زاود صابون پزی نساخته است که بیوه و بیچاره غرق گردن بشوید. بوده شدی همت و هنر امیر بدین پایه پشه بردارد به هندوستان برد، ولی ناز و سولتش به ستاره دکه میزند، فیل بردارد میانش بشکند. ارک امیر از جاندار، محرم بچه، پیش خدمت و خانسالار و آخرسالار و چراغدار و باز نمیدانم کدام یک بلا پراپور، ولی به جناب عالی همه این کم. سرباری آنها همه چندین ممیز تعیین کرده است.
یک نفر مسئول است که از طرف او به سلام دیگران علیک بگوید، یک نفر دیگر به جای او فاتحه میخواند، یک نفر به جای او گریه میکند. و بددهانها میگویند که این ترتیب به حرم سرایش نیز سرایت کرده است. در شهر و مضافات روسیه چنین مقاله و رساله ها را می خواندند و می خندیدند و باور نمی کردند که در روی عالم همین خیل مسخره دولتی باشد. و در بخارا در چارباغ شیربدن قاضی کلان ضیافت می داد. به نام ختنسور بود، ولی در اصل مقصد خوشامد گفتن و تحفه و پیشکش دادن به امیر بود تا که او را از منصب سبکدوش نکند و در این ضیافت صاف اشرافان دعوت شدند. و حاجی توره به امیر خبر کشید که دوست مراد دیروز در خانهش به یک توده صحرایی که به دیدارش آمدند ورساقی خوانده است و گفته است که ارک بخارا دولتخانه نیست، حماقتخانه شده است. و امیر خندید و دیوانه هرچی به دهانش آید گفتن میگیرد، ولی به دل گرفت و در خلوت از خوشبگی پرسید حماقت گفتنش چی گفتنی گپش؟ خوشبگی دست به سر سینه ماند. هرچی که امیرم گویند. و بخچه‌دار در یک خانه 9 بالار پس و پیش می رفت و دستیارانش تحفه‌ای که اشرافان آوردند قبول می کرد و جنس به جنس رخ می زد و مشاطه ها در کوشک دختری را آرا و تارا می دادند و این دختر را قاضی کلان شب به امیر پیشکش باید بکند و دسترخواندار و بقوول و قصاب و آشپز و هیزم شکن و دیگچه و طبق بیاران چون ماکو رفت و آمد دارند و امیر و وزیر به سیر باغ برآمدند و اشرافان صف به صف ایستاده با تعظیم زمین بوس استقبال میگیرند و گسیل میکنند، مگر امردین بازارگان که سربلند و با وقار ایستاده است و شاعر از پهلو به همه این رسم و عادت بافت و اندامها با تمسخر مینی کرد و وجاهت امردین بازارگان به امیر نفورید و او را دعوت کرد و در حضور خوشبگی و حاجی توره به وی فرمود به ما متاعهای نفیس کمیاب و قیمت بها لازم شد. به مبلغ 300-400 تنگه به عهده شما گذاشتیم. سری بلند امردین بازارگان در یک میشه زدن پس شد. تعظیمی زمین بوس کرد. لطفی حضرتم سری بنده شان را به آسمان رسانید. ضیافت 7 شبان روز دوام کرد و همه این مدت دسترخوانها گسترده بود و 40 گوسفند پروایی کشتند و 7 پود بادام صرف شد و 7 دایره کفید و 5 عرابه تویانه به خزینه و 2 کنیزک به حرم امیر فرستانیدند و قاضی کلان که گپی معزول شدنش به دهانها افتاده بود در منصبش استوار بیمان. همسایه از همسایه پند گیرد، همکار از همکار. رئیس هم از قاضی کلان عبرت گرفت. امیر را خرسند کردند در کار تا لذتی منصب ببینی و رئیس در روز انجام بزم خبر داد نوبت را من میگیرم و اگر امیر رخصت بدهند به همین شما در همین باغ 10 روز ضیافت میدهم. و امیر با ایمای سر رخصت داد و نداهای شادمانی بلند شد و شاعر دیگر طاقت کرده نتوانست و خدمت دربار را پشت پا زد، از بس که دست و پای اعتقادش
از زمین و آسمان کنده شد، شب همه شب شعر نوشت و روزانه به مهندس دستمراد فرستانید. جایی روم که گردون بالای سر نباشد، اما چی میتوان کرد جای دیگر نباشد. مهندس از خواندن این بیت به وجد آمد و این وجد خیلی رقت آلود بود و دردش به دلش نخونجید و آدم فرستاده روزمراد را به خانه آورد و ورق کاغذ را به دستش داد. خوانید، با آواز بلند خوانید. روزمراد سر خوان تخته چارزانو نشست و قرائت کرد. زینسان که خواهشی دهر جز شور و شر نباشد، بدتر در این زمانه عیب از هنر نباشد. سوزی متاع دانش غیر از ضرر نباشد، آدم کسی نخوانند آن را که خر نباشد. جای روم که گردون بالای سر نباشد، اما چی میتوان کرد جای دیگر نباشد. درد زمان ما را کسی از این بهتر نگفته است. مهندس در جای نشستهش قامت راست گرفت. من تا به امروز گمان میکردم که تنها هستم در بین گله حماقت پناهان که لاف امارت پناهی میزنند. با درد و علم خود تنها هستم. اکنون دانستم که تنها نبودم. استاد، شما تنها نبودید، تنها نیستید. روزمراد هم دلش را کفاند. حاکم چارجو همین دردها را داشت. قاضی شافرکام از پشت همین دردها بدرغه شد. مردم بلجوان با همین دردها شورش کردند. میر عیسی را زده پیش کردند با همین دردها و باز میده چویده بسیاره. تو را گزد، مرا چی غم؟ شما گویید من قوت نمی دهم، من گویم شما بیطرف می استید. می ماند هر کس به سر خود تنها. علت در فهمیدن دردها نیست. بسیاری ها می فهمند این دردها را، لیکن یک جایه تبابت کردن را یاد نگرفتند. علت در این است که دردمندان جمعیت ندارند، دست یکدیگر را نمی گیرند، پشتیبان یکدیگر نیستند. به حکیم چارجو حکمی قتل برآوردند. قاضی شافرکام آوازی اعتراض نبرآورد. قاضی را بدرغه کردند. مردمی که قاضی غم بهبود روزگار آنها را میخورد خاموش ایستادند. شورش بلجوان را پخش نمودند. دیگر ولایت ها به حمایه نخستند و همینطور بی آخر. بله، دردی بد، اندیشه کردن در کار. الحال شما که خط زیبا دارید، این مسدس را در چند نسخه رو بردار کنید. من آرایش می دهم، زرحل کاری می کنم. و امردین بازارگان بود و شدی سرمایش را صرف کرده از برای امیر متاهای نفیس و کمیاب و گرانبها خرید و میدانست که امیر او را برای سربلند بودن خصلتش خوش ندارد و غایبانه بد میبیند. اکنون که چنین معامله خوب را از او دید، پر و بال برآورد که خیریت شد. خصومت امیر از بین رفت. تعقیب روحی گذشت و در خرید متاها هرچی هنر داشت به کار برد که در صفت و نسخه نقصی نداشته باشد و در کدام دکان یک لباسواری بهترین یافت گرفت. از دیگر جایها فرموده آورد. با حوصله تای بست و به امیر خبر داد که امارت پناه هم بارها مهیاست که به کجا برم. امارت پناه در بیرون ارک یک بازار ساخته بود و هر روزی جمعه آدمانش لباس و پلاس و قند و قرصی را که سلام مشتاقان دربار
به رسم تحفه آوردند و خزینه باب نیست در این بازار فروخته پول نقد می کردند و سوداگران هند و روس هم به اینجا بار می آوردند و شریعتدانان که کالای آنها را حرام می گفتند از خریدن بارهایشان حذر نداشتند و خود امیر هم پرهیز نداشت و امیر به بارسالارش سپارش داد که از دنبال امر دینی بازارگان چار چشم کنده نباشد. هر متاع خوبی که می خرد از بازار بیرونی ارگ همرنگش را یابند و بخرند و بارسالار و آدمانش پی در پی امر دین گشتند و هر متاعی که او یافت اینها هم نسخه‌اش را یافتند و امیر به امر دینی بازارگان که به بارگاه دعوت کرده بود در حضور قشبیگی و حاجی توره گفت: ما از گپمان نمی کردیم. آن متاعها که فرموده بودیم به ما در کارند، لیکن نرخی که شما ماندید قبول بارسالار نشد. همان چیزها را از جای دیگر با نرخ ارزانتر گرفت. چشمان امردین بازارگان سیاهی زد. امید و ثروتش در یک لحظه برباد رفت، ولی سیر بوی نداد. لابه و زاری نکرد و سرخم از بارگاه برآمد و رفت و دو دکان گشاد در بازار چارسو، لیکن سودایش برار نگرفت که نگرفت. متاعها قیمت بها بودند و مردم بی پول و مفلیس قدرت خریدن چنین مالها را نداشتند و بازار بازارگان کساد شد و او از بخارا فرار کرد و امیر در حلقه اهل رکاب از مورد به مورد لاف میزد. دیدید حال امردینی هوا بلند چی شد؟ با دومی شیر بازی کردن میخواست و امیر به سوداگران روس مبارک نامه داد که در ملک بخارا از هر جایی خواهند هر قدری خواهند ابریشم بخرند و به عهده قشبیگی گذاشت که در سودای آنها همه جهته یاری برساند و امیر از شکست امردین در دل میبالید و از شطرنج بازی، از دیگچه پلاو پزی، از تماشای تگل جنگ دلگیر شد. تماشای دیگری میخواست و هرچند که در خانه کسی غیری نبود و با حاجی توره گوشکی کرد و حاجی توره به حرم گذشت و زنکی دله را ایما کرده به گوشه دالان برد و در گوشش پیچی راست زد و لحظه پس امیر و حاجی توره فایتون سوار از ارک برآمدند و از دنبال آنها زنکی دله یک فایتون زن را بار کرده روان شد. آنها بیرون از شهر به چارباغ امیر رفتند. امیر در عمرش به فکر خودش یک اختراع کرده بود و این اختراع بازی دار و پخش کن نام داشت و پنهانی در باغ‌ها می‌گذراند. زنی دله زنهای فایتون را به لب حوض فرآورد و از بوتزار امیر و حاجی برآمدند که لباس شاطیران در بر داشتند و به زنها هجوم آوردند و زنها با قیو و چوی ساخته و خنده های بلند تیت و پریشان گریختند و خودها را به 4 طرف درون بوته ها زدند و سراسر سر شد. بوته ها از قد آدم بلند بود و مردها از پس زنها می دویدند و زنها ریب داده رست می شدند و شاخ کدام بوته جنبد مردها به همان طرف حمله می کردند. گاه از دنبال اینش می تاختند و گاه از پی ویش. زنها قاه قاه می خندیدند. مردها هر راست زنان نفس می کشیدند و حاجی توره از بری دامان یکی داشت و جلوه کرده ریب داد. دامن از دست حاجی رها شد و آنها می گشتند گردی 3-4 بوده و دست حاجی گاه به کرته او می رسید و گاه نی. زن زیر شاخها در آمد و حاجی چارغابک شد، پخش کرد و زن دست و پا زد. نرسید، من نصیب امیرم هستم. و حاجی توره کش و پرکش را دوام داد. من داشتم، حاضر امیر منم. و بیگاه روز آنها
زن و مرد شاد و مغرور به ارگ برگشتند. وجاهتی داشتند که گویا در پایگاه یا بزکشی غالب آمده باشند. امردین بازرگان 4 بازارگرد بود، جهانگرد شد. دورتر از بخارا کارش رواج گرفت و در فرغانه و در قزان دکان کشاد و به مسکو، برلین و پاریژ رفت و آمد داشت. در هر جای ترتیب خوب، معامله خوش، کوچه آزاده، عمارتی با حشمت، سیرگاه آراسته، مهمانخانه مجهز، حمام تازه، فابریکه کلان، ماشین نو، قطاره روان بیند، خیالاً امارت بخارا را پیش نظر می آورد. مقایسه می کرد و غصه می خورد. سبب این همه آبادی و آن همه ویرانی در چی باشد؟ در اینجا مردم چی کارهای خوب می کنند و در آنجا مردم چی شغلهای بد دارند؟ در اینجا مدنیت زندگی به کدام درجه ها بالا رفته است و در آنجا تا چه درجه ها پست است؟ اینجا همه جای زیست آدمان است، آنجا هم آدمان زیست دارند، ولی یکی به این بهروزی، دیگری بدان بدروزی. در اینجا آدم آزاد، در آنجا آدم غلام. به کدام طرف نگاه بکنی، خواه شهر باشد، خواه دیه و خواه ملکداری باشد، خواه روزگارداری، احوال همین. عیبی کی؟ عیبی چی؟ عیبی خودمون، عیبی امیرانمون، عیبی خدایمون. توبه کردم. این دردها را به کی میگویی؟ از کجا درمان میابی؟ و او در مطبوعات آن دولت‌ها مقاله خواند که از ناآبادی آسیا میانه و از بی‌حقوقی مردم آن نقل بکند. در اول یک لحظه خرمی به دلش می درآمد که خوب فوش کردند، شرمندگیشون را برآوردند، ولی بعد خجالت می کشید و علمش تازه می شد. به من هم دخل دارد. مطبوعات روس از حیات آسیا میانه گاه گاه خبر چاپ می کرد. از بابت ویرانی و دشوار گذر بودن راه‌ها، فراوانی و بینظامی بازارها، جنگ قلندران، پالیچی و جندپوشی سپاهیان، طبابت بیمار با تومور، خانه‌های خسپوش، زیارت مزارها، بیرونقی هنرها، بی‌بضاعتی مردم، چرخ و دوک و امردین بازارگان آن خبرها را می‌خواند و روزنامه را پشت دست می‌پرتافت. خودم بیشتر از این می‌دانم. سبب و راه اصلاحش را نمی‌یابم. و در مطبوعات مقاله های ایوان مالینکی پیدا شد که واقعه را مفصل شرح می‌داد و ریشه‌اش را می‌کافت و دعوت می‌کرد که روسیه این سرزمین را تصرف بکند، کاری ثواب می‌شود. به مردمی ستم کشیده و حقوق گم کرده و فایده مالی و جانی می‌گیرد. دولت امپراتوری اعظم و به امردین بازرگان معقول می‌افتاد این چنین تحلیل و دعوت‌ها و او 5 وقت نماز می‌خواند و دعا می‌کرد. الها همین خیر شود. نقشه و آرزوی فتح آسیا میانه 100 سال باز در دل و نیت امپراتوران و ستادهای حربی و حجت‌های وزارت خارجی سیر می‌کرد، ولی سیر دولتی بود که فاش کردنش گناه حساب می‌شد و سنزور قطعاً راه نمی‌داد. در نیمه دوم عصر 19 این سرپوش مستحکم با تدریج کاواک و گشاده شد و ترغیبات عمومی صورت گرفت و کشورشناسان و
حالدانها روی راست تشویق می کردند که اغلب خلق از دست امیر و خانها به داد آمدند و مهر و دلبستگی به آنها ندارند و شمشیر برای روز آنها را آزاد بکند. رعیه آنقدر منتدار می شود که دربر دامن امپراتور اعظم نماز شکرانه خواهد خواند. و گنرال ادوتند کاوفمن در پتربورگ در مشورت افسران عالی رتبه معروضه کرد. خدا خودش فرموده است که دولت پرشفقت روس به امداد مردم بیچاره برسد، در بیدادی ها دادرس بباشد. من قباحت های میر و امیر و خانهای آسیای میانه را یک به یک نامبر کردنی نیستم. این قضیه به خدا هم معلوم است و به بنده اش هم. اما توجه بکنید، یک منصبدار با خصومت یک خیرتمند را دیوانه گوید و به دیوانگی نام می برارد. محیط چنان است که وی امکان ندارد اثبات بکند که دیوانه نیست و عقل سالم دارد. ملکی که عاقلانش را دیوانه می داند الحق ملک دیوانگان است و عذاب آن را خلق بیگناه می کشد. به این خلقها دست مدد باید دراز کرد. دولت پرشوقت ما باید این کار را بکند. با راه‌های سفارت و تجارت و سلاح و سپاه به این تاریکستان نور از معرفت زمان را وارد نماید. شما گفتار دوم را از روان تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلق تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدابردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشه.